فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب دکتر، بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که سر من زخمی شده و بخیه خورده، نمیتوانم سرم را بشورم، آیا میتونم این چند روز را نماز بخوانم؟ بفرمایید. بله، نه تنها میتونه بلکه فرض است که باید نماز خدا بخونه. بله. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که کس ایستاده نماز خوانده توانست باید ایستاده بخواند، اگر نتوانست نشسته، اگر نشسته هم نتوانست به افتیده و به اشاره. بله. به هر حال است باید نماز خدا بخونه. اصلا مشکلی برادر ما شاید در وضو و طریقه وضو گرفتن یا غسل جنابت بوده باشد. اینجا عین حادثه یا شبیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم صورت گرفته بود که در جریان یکی از سفرها یکی از صحابه کرام رضوان الله علیهم رضی الله عنه که زخمی شده بود. بله. از ناحیه سر در سر زخم برداشته بود، جنوب شد در عرض راه. چند دوستان و یاران که همراه خود داشت از اونها پرسید، گفتن که بالای جنوب غسل هست و باید که غسل کنید، باید که بشوی خدا به طور کامل. اینجا این شخص غسل کرد و در اثر او یعنی جراحتی و آسیب برداشت و جان باخت. وقتی که قضیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسانده شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یعنی شستن سر بالای او لازم نبود. هلا سألتم اذا وقتی که ندانستید چرا سوال نکردید؟ میپرسیدید از کسی که میدانست و کافی بود که در او تیمم بکنه که بالای، یعنی در این طهارت لازم است بالای بسته ای که بالای زخم او قرار داره بالای از مسح بکشه و اگر هیچ امکان نداشت با جای او تیمم میکنه و دیگر جایش که امکان هست که بشویه و برش ساده هست شستن او را میشوید. اما به هر حال حتی در غسل جنابت هم و در وضو در هر حال انسان مکلف به حدی هست که توانش بوده باشه. مثلا اگر توان بود که تمام اعضای خود بشویه باید که تمامش بشویه. اما اگر بعضی اعضای او توان شستنش و امکان شستنش نبود، یا از لحاظ صحی یا که از لحاظ نبود عضو یا مشکلی دیگره عدم توانمندی، در اون صورت یعنی فرض شستن او از او شخص ساقط می شود. همچنان که مثلا انسان بالای انسان لازم هست که ایستاده نماز بخونه، نماز فرض باید ایستاده بوده باشد، اما کسی که توانمندی ایستاده شدن نداشت نشسته میخونه. حتی کسی که توانمندی قرائت در نماز فرض است، کسی که توانمندی هیچ قرائتی نداشت با بعضی اذکار و حتی یک آیت هم که یاد داشت با اون نماز بخونه کفایت میکنه، در صورتی که هیچ توانمندی نداشت. اما در صورتی که توانمندی داشت باید کم از کم سوره فاتحه را بخواند و باید که ایستاده نماز خدا بخونه. یعنی هر وقت که توان از انسان زایل شد، فرضی مربوط به او از انسان ساقط می شود و شستن اعضا هم عین موضوع عین قضیه هست و شبیه به. اما یک مسئله دیگری که مرتبط به یا که نزدیک به هست که لازم به او یادآور شیم، مثلا بعضی ها در اثر جنابت در منطقه سرد هست و از طرف شب جنوب می شود، توانی یعنی ترس دارد که اگر اونجا غسل کند به مرض سخت گرفتار شود و وضعیت صحی او خراب شود، بنابراین نماز نمیخوانه. اصلا اینجا وقتی که خطر بیماری شدید بالای او بوده باشد، خطر واقعی نه که وهمی و خیالی، خطر واقعی گرفتاری به بیماری شدید با او بوده بالای او بوده باشد، در اینجا
فرض غسل ساقط می شود و تیمم برای او کفایت می کند و از باقی یعنی برای نماز خود وضو می گیرد. این چیزی است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها در قرآن کریم قاعده کلی بیان کرده الله تبارک و تعالی که برای هر نفس مکلفیت به اندازه توانش هست. از توانش که بالا شد دایره از مکلفیت ساقط می شود.